خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. رسیده بود بلای ولی به خوبی گذشت. این مصرع در انوار سهیلی از زبان مرغی آمده است که در مورد نجات یافتنش از دام صیاد گفته است و در مورد واقعی ناخوشی در زندگی من خیلی موافق افتاده است. در واقع هم بعد از سالهای دشوار اما آرامانه دانشجویی و در عین براری کارها در رادیو یک بار تغییر یافتن وضع روحی و فکری، رخ دادن حالت نومیدی و درماندگی، خستگی اعصاب و روح افتادگی اطرافیان مرا در حیرت گذاشته بود. آنها علت اساسی این تغییرات روحی را نمی‌دانستند و سبب‌های گوناگونی را می‌جستند و به تقریب منشأ به اصطلاح بیماری مرا مقرر کردنی می‌شدند. ولی این همه تغییرات روحی و خستگی اعصاب سبب‌هایی داشت که آن وقت گفته نمی‌توانستم و اگر می‌گفتم گمان است که کسی آن را درست تصور نماید. امروز که از صحیفه‌های زندگی خود حکایت می‌کنم، باید این اسرار نهانی چندین ساله را آشکار کنم تا اصل واقعه با حقیقت حال جلوگر گردد. چنین کاری را کردن امروز ممکن و ضرور است به آن جهت که بعد از مرگ استالین بسیار صحیفه‌های فاجعه‌ای مردم شوروی آشکار گردید و حقیقت تاریخی 100% نباشد هم به اندازه زیاد برقرار شد. در سن 16 سالگی بود که مرا به همکاری پنهانی با مقامات اداره‌های مخفی، آن وقتها NKVD می گفتند، یعنی Народный комиссариат внутренних дел، کمیسریت خلقی کارهای داخلی، بعد آن را KGB، کمیته گسودارستوینی безопасности نام کردند، به معنی کمیته بی‌خطری دولتی، جلب نمودند. در آن وقت هم از ترس و هم راستگب با کمی افتخار جوانانه وطن پرستی به این کار وارد گردیدم. اما ملاقات‌های منتظم قطعی در ساعت‌های معین و جای‌های معین با خادمان مقامات مخفی، رسانیدن خبرهای درکاری و نادرکاری از وضعیت عقبگاه جنگ و سخنچینی‌های پنهانی درباره شخصان اطراف خود زود مرا از این کار دلسرد کرد. طبیعت آزادمنشی و به حکم دل و خصلت در غیب کسی بدگویی نکردن با فعالیت پنهانی و زور به زورکی و حتی جاسوسی هیچ موافقت نمی کرد. کاش راهی پیدا می شد و از این دام آزاد می شدم. این بود یگانه آرزوی من بعد از گذشت مدتی معین در فعالیتی به قول معروف چکیستی. در این میان عزیمت تحصیل علم در تاشکند پیش آمد. من هم به آنکه به چند ملاقات آخرین حاضر شوم به تاشکند سفر کردم. گمان غالب آن بود که از به اصطلاح فعالیت چکیستی که در آوان بی تجربگی به آن راضی شده بودم دیگر آزاد شدم. اما خطا کرده بودم و گمان نداشتم که بدون اختیار پابند این به قول معروف فعالیت هستم. 4-5 ماه آزاد مشغول تحصیل بودم و به اصطلاح پنهانکاری خود را فراموش هم کردم. ولی این سعادت آرامی دیر دوام نکرد. مقامات مخفی مرا پیدا کردند. یک مرد روسی بدنما و نهایت پرخشونت جوان مرا راست شبانه به بنای وزارت پرحول درآورد. در کابینت صحبت کرد. نه، این صحبت نبود، بلکه تهدید و دعواهای عیبدار کننده‌ای بود. مرا گشاد و روشن متهم می‌کرد که به این مقامات نه در سمرقند و نه در تاشکند از وجود خود و سفر خود اطلاعات ندادم. خلاصه این همه دعوا این بود که من باید با نمایندگان مقامات مخفی علاقه داشته باشم و سفارش‌های آنها را اجرا کنم. روند آسایشته
و موفقیت‌های کار و خواندن با ملاقات‌های اجباری در جایهای مخصوص و سفارش‌های خلاف خواهش و امکان برای من وزنین بود. گاها می شد که علاقه ها به سبب ویران کردنم روزهای ملاقات را یعنی به انتظامی من قطع می گردید و باز افسری بیپگان پیدا می شد و از نو به این کارها جلب می گردیدم. عذاب روحی بود این ملاقات و پرسش ها و اشاره های روشن با عاقبت ناخوش انجام یافتن به انتظامی و سهل و به مسئولیت مناسبت کردنم به مقامات مخفی. من در کار و خواندن هم در دانشکده و هم در رادیو موفقیت‌های شایسته داشتم. آزادانه کار می‌کردم و تحصیل علم می‌نمودم. در جامعه مرتبه و منزلت سزاوار داشتم. اما در پیش اداره‌های مخفی گویا گنهکار و زبان کوته بودم که به اجرای سفارش‌های بیرون از خواهش و امکانات خود باید گردن فرارم. علاوه بر این تدریجاً با اصولهای مخصوص پسیخولوژی تلقین می شد که در اطرافم دامی هست و مرا تعقیب می کنند. اندیشه و اعتقاد مرا می آموزند. کی بودنم را از روی خبرهای سخنچینان معین کردنی می شوند. به این طریقه بیم و هراس بیشتر می شد که مقامات مخفی در پی بدام انداختن من هستند. تیر ماه سال 1948 خانه برای خود اجاره گرفته تنها زندگی می کردم. در تنهایی بیم و هراس و پندارهای هولانگیز اعصاب و اراده مرا خراب می کرد. نومیدی و یأس و درماندگی دامنگیرم بود. کار به جایی رسید که حتی به نابود کردن خود اقدام نمودم. تصادف مرا از این اقدام فجیع نجات داد. نهایت در یک ملاقات آخرین به افسری که روزهای آخرین با من مشغول بود به اختیار ابراز داشتم که دیگر به این بازی ها صبر و تحمل ندارم. می خواهم با سردار آنها واخورم و فکر و اندیشه های خود را گویم. روزی دیگر شبانه چنین ملاقات در خانه نیمتاریک وزارت با شخص هیبتداری بیپگان برپا شد. پیش از در آمدن به این حجره نمیدانم مخصوصاً یا تصادفاً بود که از نزد من محبوسی را با لباسهای عبده و رنگی پریده دو شخصی مسلح گرفته گذشتند. شخصی بیپگان به نظرم سیمای هیتلر را آورد. در تن کیتل سیاه داشت، مویش کم و یک طرف شانه زده بود. با ابروان چین و چشمان خشمالود از این ملاقات مقصدی مرا پرسید. گفتم که هرچی در دایره قدرت و امکان بود برای اداره شما کار کردم. ولی از مناسبت و رفتار آدمان شما مخصوصا در وقتهای آخر پی میبرم که گویا گناهی عظیم نزد دولت داشته باشم. اگر در واقع پیش مقامات جرمی صادر کرده ام و اگر به صداقت و صمیمیت من به ساخت سویتی شبهه باشد، آماده هستم که خود حاضر مرا به حبس گیرند. سرداری بیپگان با قهر و تهدید گفت: چی؟ شما خیال میکنید محبس ما آسایشگاهی است که شما را با قند و کنفیت ضیافت میکنند؟ گفتم من نمیدانم محبس شما چگونه است، اما آماده‌ام جزایم را بینم اگر جرمی و خطایی داشته باشم. و در این مورد سخن از پدر و مادرم نیز گفتم. آن شخص هیبتدار گفت: آیا پدرتان به شما نگفته است که وی به جنبش جدیدان علاقه داشت؟ این سخن چنین معنی پیدا کرد که نه تنها تو بلکه پدرت هم از شخصان ضد سویتی است. در همین دقیقه سیمای پدرم مثل برق پیش نظرم درخشید. این گپ مرد بیپگان به قول معروف تگ کاسه نیم کاسه داشت. تابستان همین سال وقتی که در سمرقند بودم، شب مادرم با من راز دل گفت: رسول خان، آتت یک ماه باز بیدماغ می گردند. اولهای تابستان به NKVD جیغ زده گفتند که به آنها خدمت کنند، یعنی اگنت NKVD شوند. آن کس به یک پای ایستاده نی گفتند. آنها بعد ترسانده گفتند که ما می دانیم که شما با جدیدها همراه بودید. از ما روی گردانیدنتان گناهی شما را زیادتر می کند. در این خصوص درستتر فکر کنید. آتت می گویند که ممکن است به حبس گیرند. می ترسم که به بچه ها خصوصاً به رسول خان ضررم رسد.
این گپ در همان وقت به دلم گمان و اندیشه های پرحول برانگیخته بود. این واقعه فراموش شده در این لحظه به یاد آمده جسم مرا سوزاند. یقین کردم که خدمات مخفی تیر خود را به پدرم و من نشان کردند. بعد از تهدید سردار گمنام حالت یأس و نومیدی، دپرسی مرا فرا گرفت. دیگر به دانشگاه هم نمی رفتم. در کار رادیو مثل صورت می آمدم و می رفتم. در پیش نظر دوستان و شناسان تا رفت پژمرده می شدم. دوستان سبب وضع ناگهانی را می پرسیدند. بعضی ها شاید فرستادگان کارگاه مخفی باشند. مرا رستوران می بردند، می نوشیدیم. پس از سبب وضع ناهنجارم می پرسیدند. چیزی گفته نمی توانستم. گاه با شعر جواب می گفتم مثل جنون زده. این بیت حافظ را بیشتر می خواندم. این چه استغناست یا رب، وین چه قادر حاکم است. این همه درد نهان است و مجال آه نیست. نهایت از همه چیز دست و دل شستم و در 2 نسخه عریضه نوشتم. در آن به خود گناه و جرمهای سیاسی و ایدئولوژی زیادی را نسبت دادم. به آن اندیشه که شاید با این کاغذ به حبس گیرند و از زندگی بدتر از زندان نجات یابم. عریضه را به دکان دانشکده و به رئیس رادیو سپرده ترک کار و خواندن گفتم. این رفتار همه را در حیرت و تأسف جانگداز انداخت. دوستم و همکرسم عزیزخان قیوموف با دلسوزی با من صحبت کرد، اما من دیگر به چیزی راضی نمی شدم. به نظرم فقط رئیس رادیو او ضعیف بود که عاقلانه کار کرد. مرا دعوت کرده گفت عریضه‌تان را خواندم. به نظرم نوشته هایتان اساس ندارند. شما را از کار جواب نمی دهم. و شما آتپوسک می دهم به سمرقند رفته استراحت کنید. لازم شود آتپوسک علاوگی می دهم. به گپی من درآیید، به سمرقند روید، دم گیرید. به خود آمده بازگردید و به کار سر کنید. به سمرقند رفتم. برای پدر و مادرم در حال یأس و نومیدی دیدن فرزندشان که در خواندن و کارهای ایجادی شکوفای و پیش دست بود نهایت وزنین آمد. آنها پریشانی و اندوهی خود را وانمود نکرده سعی می نمودند که برای من محیط سازگار استراحت و آرامی مهیا کنند. بعد از مدت آرام شدن طبیب پزشکی نیز آمده معاینه کرد و چندین سوزن و معالجه های فیزیوتراپیستی فرمود که هر روز به دکترخانه رفته از آنها استفاده می نمودم. در روزهایی که هوا خوب بود، ماه فوریه سردی بلند نداشت، بعضی دوستان و آشنایان پدر مرا به تماشا و سیر اطراف سمرقند هدایت می نمودند. بعد از 1.5-2 ماه جهانی تاریک به نظر روشن شد. باز در دل میل و خواهش به کار و تحصیل بیدار گردید و نهایت به تاشکند بازگشتم. هرچند غیرت و قوت پیشینه نبود، اما در رادیو به کار شروع کردم. تدریجاً غبار و تیرگی های باقی مانده روزهای روح افتادگی برداشته می شد. سایه سیاهی اداره های مخفی نیز از بالای سر گذشته می رفت. با وجود آن گمان داشتم که پروازهای من به سوی بلندی های علم و معرفت به آن اداره ها مقبول نیست. از این سبب به دانشکده نمی رفتم. شنیده بودم که مرا به سبب بیماری از تحصیل خارج کردند. قرار دادم دیگر به تحصیل علم مشغول نشوم و اگر امکان باشد فعالیتم را تنها در رادیو ادامه دهم. اما تقدیر چنین نبوده است. سال 1949 هم درس و هم سبقانم دانشگاه را ختم می کردند. ختم اولین دانشجویان فاکولته شرق بود. دوستان افسوس می خوردند که در صف آنها نیستم. ولی همه سعی و کوشش به خرج دادند که بعد از آنها تحصیل خود را ادامه دهم. هم از دکانت و هم از تشکیلات کمسمالی مرا به ادامه تحصیل ترغیب می کردند. فاطمه خان نیز اصرار می کرد که خواندن خود را دوام دهم. گفت که سلطان عمرف رئیس دانشگاه آماده است مرا به حیث دانشجوی فاکولته شرق برقرار نماید.
نهایت در تیر ماه سال 1949 مرا به صف دانشجویان فاکولته شرق برقرار نمودند. شرط این بود که در نیمه اولی سال تحصیل به طرز اکسترنت امتحانهای سال گذشته را بسپارم و از سال 1950 به خواندن معتدل ادامه دهم. کمیته کمسمال هم حق عضویت در یک سال سپرده نشده را همچون استثناء به تنبیه قبول نمود که عضو کامل حقوق کمسمال شدم. سالها گذشتند. چون این طوفان و تندباد باز در دوشنبه بالای سری من آمد. باز قریب به همان سینریوی سابق. و باز سالها گذشتند و به کارهای علمی و فعالیت ایجادیم با موفقیت ادامه دادم. ولی هیچ نمی فهمیدم که این همه مناسبت‌های به قول معروف عجیب با من از طرف مقامات مخفی به چی منظور و هدف بوده؟ آیا سنجش اعصاب بود یا چاره‌ای بود که با خصلت آزادمنشی و لاقیدی به قول معروف از خود نروم، زیر نظارت یا در احاطه دستان آهنین باشم؟ بعد از درگذشت استالین و خصوصا پس از سقوط ساختار تاتالیتری شوروی، بسیار پرده‌های آهنین از بالای فعالیت غیر قانونی و غیر انسانی گپو، NKVD، KGB برداشته شد. شاید ما نسل خوشبخت بودیم که در زندگی همان حقیقت را به چشم خود دیدیم و بدبختی ما نیز این است که فاجعه بیگناه، بی جرم و نقص کشته و نابود گشتن پدران خود را فهمیدیم. سالها از آن که درباره کارهای مقامات مخفی اطلاع و با آنها ارتباط داشتم خاموش بودم. امروز که جامعه ما از فعالیت مخفی ساختار شوروی آگاه شده است، نخواستم که گوشه زندگی من از فرزندان و نبیرگانم از نسل آینده پوشیده باشد. من این سطرها را نه با کینه و غضب، بلکه چون سبقی درسی لاجوابی حیات خود می نویسم.